نشریه پاک افغان که به پیگیری پژوهش و تحلیل وضع منطقه مشغول است خبر داد که گروه تندروی در تاجیکستان ممنوع جماعت انصارالله که اساساً زادگان تاجیکستان را متهم می‌کند و در افغانستان قرار دارد در ولایت با تاجیکستان از مرز بدخشان افغانستان اردوگاه نو تشکیل کرده است. این مقاله که برخی پویاوش را خبرگزاری روسی اینترفاکس اقتباس کرده است اتفاقاً روز 9 سپتامبر سال 2023 در روز تجلیل سالگرد 32 استقلال تاجیکستان نشر شد. بنا به معلومات منبع‌ها یک گروه جنگجویان که با نام جماعت انصارالله در ولایت بدخشان در شمال و شرق افغانستان در پهلوی فرودگاه این ولایت در کنار شهر فیض‌آباد اردوگاه نو تشکیل کرده است. به گفته منابع در این گروه از 50 تا 60 تروریست مرگ طلب جابجا کرده شدند. خبر داده است پاک افغان. فیض‌آباد با 45,000 اهالی بزرگترین شهر و مرکز ماموری ولایت بدخشان افغانستان می باشد. در مقاله همچنین تاکید شده است که کشورهای همسایه با افغانستان از حضور گروهی بزرگ جنگجویان که در افغانستان پناهگاه یافتند و در آنجا فعالیت خود را برآ انداختند از قلمرو این کشور برای گسترش عملیات خود به دیگر کشورهای منطقه استفاده میبرند. اظهار نگرانی جدی میکنند. یادآور میشویم تازه چند روز قبل کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داد که 3 جنگجوی انصارالله که گویا در پایان ماه آگوست مرز افغانستان با تاجیکستان را در موضع کیوران نویه درواز گذشته بودند صبح 5 سپتامبر در جریان یک عملیات ویژه کشته شدند. جماعت انصارالله گروهی است که امرالدین تبارف یک عضو سابق حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که شرایط سال 1997 بین مخالفین و حکومت تاجیکستان را نپذیرفت و دوباره به افغانستان فرار کرد و از حساب مخالفین از این صلح ناراضی تشکیل کرد. بنا به اطلاع دریافتی حالا رهبر این گروه جنگجو را در افغانستان یک زاده نویه نورآباد با لقب مهدی ارسلان بر دوش دارد.